بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد، ولی تمام تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مرتبه برای گرفتن این سند درخواست می دهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمی گیرد. اما میگوید هیچ نفهمید که کواتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده می شود. این هم مثل لاتاری است. اگر بختتان آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید. سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کواتا و قاعده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کواتا از جانب کمیسیون مخصوص داده می شد. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو کمیسیون باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خویش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کوات اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش میشد. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوتستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است. وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20-30-40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمیدانم، حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه. در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند. برای جدا کردن کواتا شما درخواست میفرستید. این درخواست شما را کمیسیه بررسی میکند. RVP به مهاجران امکان میدهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست.